مخاطب این ویدیو همه کسایی هستن که به هر نحوی یا به هر دلیلی از زندگی الانشون ناامید شدن، چون که امروز میخوام راجع به نیکی لاودا صحبت بکنیم. البته حواستون باشه قبلش پارت 1 رو دیده باشید. سال 1976 یکی از جذاب ترین فصلهای فرمول 1 بود. چی فرمول 1 رو واسه ما جذاب میکنه؟ رقابت. ما به عنوان فن دوست داریم همیشه رقابت ببینیم. حالا این رقابت وقتی جالب تره که بین دو نفر خاص باشه، مثلا مثل رقابت لوئیس و مکس، مثل رقابت لوئیس و فرناندو، مثل رقابت الیان پراست و سنا و مثل رقابت نیکی لاودا و جیمز هانت. امروز راجع به یکی از شدیدترین، مهمترین و بهترین رقابت‌های تاریخ فرمول 1 براتون صحبت بکنم. سال 1976 تا اواسط تابستون نیکی 5 تا از 9 تا مسابقه اون فصل رو برده بود و داشت یه قهرمانی زود هنگام دیگر رو هم ثبت می‌کرد. ولی اوضاع اونجوری که به نظر می‌رسید پیش نرفت. همه چیز خیلی خوب و ایدئال بود تا اینکه مسابقات رسید به پیست آلمان. آب و هوای اون آخر هفته آلمان خیلی بد بود. بارون شدید میومد، مه بود. نیکی توی نشست راننده‌های اون آخر هفته این موضوع رو مطرح کرد که به خاطر بدی آب و هوا مسابقه رو کنسل بکنن. بعد از رأی گیری رأی نیاورد این کنسل کردن مسابقه، به خاطر اینکه خب نیکی براش خیلی اهمیتی نداشت. قهرمانیش رو زودتر از موعد هم ثبت کرده بود. احتیاجی نداشت که یه مسابقه دیگر توی این شرایط برگزار بکنه. اما خب رقباش اینطور نبودن. دوست نداشتن که یه موقعیت برای به دست آوردن امتیاز رو از دست بدن. واسه همین به کنسل کردن مسابقه رأی ندادن و قرار شد مسابقه اون آخر هفته برگزار بشه. مسابقه شروع شد، اما توی دور دوم نیکی کنترل ماشینش رو از دست داد و تصادف کرد. علت تصادفش هم خرابی یه سری از قطعات سیستم تعلیق چپ عقب ماشینش بود. ماشین نیکی بلافاصله بعد از تصادف آتیش گرفت و نیکی واسه دقایق متوالی داشت توی آتیش میسوخت به خاطر اینکه توی ماشین گیر کرده بود. 4 نفر از راننده‌ها مسابقه خودشون رو متوقف کردن و به همراه یه مارشال رفتن تا کمک کنن نیکی رو از توی آتیش نجات بدن. اون روز آرتورو مرزاریو، برت لانگر کمک کردن تا نیکی رو از جهنم نجات بدن و بفرستنش بیمارستان. نیکی برای چندین دقیقه متوالی توی آتیش سوخته بود و رفت بیمارستان. سر، گوش، چشم، صورتش و بخش زیادی از جمجمه‌اش دچار سوختگی درجه 1 تا 3 شده بود. مش دستاش شکسته بود و چند تا استخوان دیگه‌اش و آسیب اصلی ریه‌هاش بود که دچار سوختگی شدید شده بود به خاطر استنشاق گازهای سمی موقع تصادف و سوختگی. و با توجه به شدت آسیبا دکترها کاملا از نیکی قطع امید کرده بودن. نیکی قرار نبود تسلیم بشه. What do we say to the god of death? Not the name. 6 هفته بعد با یه هلمت ویژه در حالی که بانداژ سرش خونی بود رفت به ایتالیا تا توی آخر هفته مسابقه بده و 4م بشه و بتونه یک معجزه نه تنها پزشکی بلکه در کل طول تاریخ ورزش رو به عنوان یکی از عجیب ترین، قوی ترین کامبک های تاریخ رقم بزن. نیکی تا قبل از اینم خیلی زیاد جاج فیس میشد به خاطر فرم خاص صورتش و خصوصا دندوناش بهش میگفتن موش صحرایی. بعد از این اتفاق با اینکه خیلی عمل جراحی انجام داد برای ترمیم پوسته، هیچ وقت دیگه شبیه حالت اولیه‌اش نمیشد مسلما و شدت جاج فیس هایی که دریافت میکرد خیلی بیشتر شده بود. نیکی خیلی آدم قوی بود که تونست تمام اینا رو از سر بگذرونه. میدونم یه عادت برای خودش ایجاد کرد، یه کلاه کپ بیسبالی قرمز همیشه میذاشت که کم کم تبدیل به امضاش شد. سال 1976 هوا دوباره به شدت بارونی بود. جیمز هانت سوار بر مکلارن خیلی زیاد به نیکی نزدیک شده بود توی جدول رقابت راننده ها. جیمز هانت هم نیکی داشتن به شدت تلاش میکردن تا بتونن قهرمانی اون سال رو به دست بیارن. مسابقه هم شروع شد. نیکی هم استارت زد. توی دور دوم از مسابقه کناره‌گیری کرد و گفت چیزای مهمتری از مسابقه دادن هم وجود داره. هانت توی اون مسابقه سوم شد و فقط با 1 امتیاز بیشتر تونست قهرمان اون سال بشه. البته بعدها هانت گفت که برخلاف کسایی که رو به خاطر این کناره‌گیریش از مسابقه بزدل خطاب می‌کردن، این کارش خیلی شجاعانه بود. ایتالیایی‌ها خیلی خوشحال نبودن از این حرکت نیکی. دروغ چرا؟ اصلا خوششون نیومده بود. و حتی توی همون مدت کوتاهی هم که نیکی بیمارستان بود و نمیتونست بیاد ریس شرکت بکنه، فوری رفتن واسه جایگزین پیدا کردن. فصل بعدم که می‌خواستن باهاش قرارداد ببندن، بهش گفتن که آقا شما باید بیای راننده سوم تیم ما باشی. راننده دوم این آقایی که قرار جاینشین تو بشه توی این مدتی که تو نبودی. نیکی هم با گفتن این که حتی
فکرشم نکن، اینجوری نمیشه با هم کنار بیایم داداش. بعدم واسه اینکه ثابت بکنه خیلی راننده خوبیه، سال 1977 میخواست حتما قهرمان بشه که یه جورایی انگار انتقامش رو بگیره از فراری و خودش رو ثابت بکنه. و نیکی وقتی که دوباره یه قهرمانی زود هنگامو با 3 تا وین و 6 تا مقام دوم به دست آورد، در حالی که هنوز 2 تا مسابقه دیگه از اون فصل باقی مونده بود، تصمیم گرفت که فراری رو ترک بکنه. و وقتی که اینو به انزو فراری گفت، انزو اینجوری بود که تو یه خائنی. و نیکی هم گفت اصلا برام مهم نیست چی میگی. آره دیگه، توی سال 1978 نیکی با ماشین جدیدش که واسه تیم براون بود تونست 2 بار وین بگیره و توی کل فصل 4م شد. ولی توی فصل 1979 با ماشین غیر رقابتی که داشت تا قبل از مسابقه ما قبل آخر توی کانادا فقط تونسته بود 4 امتیاز بگیره. اونجا بعد از جلسه اول تمرین گفت که من از رانندگی کردن دور این دایره ها خسته شدم و رفت که تمرکزش رو بذاره روی ایرلاین خودش که توی اوایل همون سال افتتاحش کرده بود. نیکی از خیلی وقت پیش به صورت حرفه‌ای خلبانی انجام میداد. لاودا ایر با مالکش به عنوان یکی از خلبان‌ها اونقدر پیشرفت کرد که نیاز به بودجه و سرمایه بیشتری داشت که بتونه بیشتر توسعه پیدا بکنه. و خب نیکی هم فقط یه راه بلد بود که میتونست ازش پول در بیاره و اونم مسابقه دادن. بعد برمیگشت به تنها جایی که بلد بود و میتونست ازش پول در بیاره. اینجوری شد که توی سال 1982 مکلارن با یه قرارداد 5 میلیون دلاری که تو زمان خودش گرونترین قرارداد تاریخ فرمول 1 بود، تونست نیکی رو به فرمول 1 برگردونه. نیکی موقع مذاکره با تیم مالی مکلارن بهشون گفت که ببینید فقط $1 از این مبلغ 5 میلیون دلاری که شما به من میدید به خاطر خدماتیه که من به عنوان راننده دارم ارائه میدم، الباقی به خاطر شخصیتم و اون پرستیژ کاریه که من دارم و با خودم به تیم شما میارم. الحقم که اشتباه نمیکرد. در نهایت هم توی اون فصل 5م شد و فصل بعدش هم که میشد سال 1983 10م شد. اما توی فصل بعدش 1984 تونست با 5 تا وین 3مین قهرمانی خودش رو بگیره. البته با کمترین اختلاف ممکن از هم تیمی جوون و با استعدادش الیان پراست. نیکی 72 امتیاز گرفت اون فصل و پراست 71.5 امتیاز. سال 1985 نیکی آخرین گران پری خودش رو برنده شد و بعدم برای همیشه از رانندگی خداحافظی کرد. در واقع هیچ وقت واقعا از پدوک نرفت. نیکی طی سالهای بعدش یه مدتی مشاور فراری بود، بعد مدیر تیم جگوار بود، بعد یه مدتی مفسر تلویزیونی بود که خیلی هم برازندش بود به خاطر اینکه بالاترین و پایینترین نقاط این ورزش رو تجربه کرده بود. بعد نیکی تا قبل از سال 2013 خیلی عنوان‌های دیگه‌ای هم داشت. عضو هیئت مدیره بخش موتوری مرسدس بود و مشاور ویژه هیئت مدیره تیم دایملر ایجی بود و بعدم که توی سال 2013 مدیر غیر اجرایی مرسدس شد. نیکی در حالی که هنوز اون کلاه قرمز معروفش رو سرش می‌ذاشت و واسه خودش تو پدوک قدم می‌زد، به سرعت توی مرسدس پیشرفت می‌کرد. یکی از مهمترین کارهایی که نیکی واسه تیم مرسدس انجام داد، متقاعد کردن همیلتون واسه پیوستن به مرسدس بود. لوئیس اون موقع واسه مکلارن رانندگی می‌کرد و خب مکلارن ماشین خوبی بهش داده بود و لوئیس خیلی مطمئن نبود که پیوستنش به مرسدس کار درستیه یا نه. و نیکی متقاعدش کرد. خیلی هم واسه هم مرسدس و هم لوئیس تصمیم خیلی خوبی بود که از سال 2014 شروع شد و تا امسال هم ادامه داشت. نیکی شکست ناپذیر و نامیرا به نظر می‌رسید، ولی با این حال اوضاع سلامتیش اصلاً خوب نبود. اون توی این سالا 2 بار تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت و یک بار توی سال 2018 عمل ریه انجام داد که همه اینا از عواقب اون تصادفی بودن که توی فصل 1976 داشت. در نهایت نیکی توی 20 می سال 2019 در 70 سالگی توی یه بیمارستان در زوریخ سوئیس از این دنیا خداحافظی کرد. نیکی توی کل کریر F1ش تونست 3 تا قهرمانی جهان به دست بیاره تو سال 1975، 1977 و 1984. 171 بار استارت زد که از این 171 بار 25 تا وین، 54 تا پودیوم، 420 نیم امتیاز، 24 تا پول پوزیشن و 24 تا فست اسلپ به دست آورد. اگر فیلم راش رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش، به خاطر اینکه راجع به رقابت جیمز هانت و نیکی لاودا توی فصل 1976 Probably the hardest race I think I've had, but nonetheless, you know, I really was fighting with the spirit of Nicky. Nicky's been such an influential person in our team, helping us get to where we are. So I know he'll be looking down, and I know he will take his hat off today. So I just was trying to stay focused and trying to make him proud. You know, that's kind of been the goal all week, and we're going to try to continue that through the year, but we truly miss. Obviously about the winner, so congrats to Lewis, but even more so about Nicky, and I think it's a good, he would be happy today,
But yeah, I think he will always be around, and we will definitely miss him. I think he's been an icon in the past, and he will be in the future. So my thoughts, I think, are with his family and with him. تا هفته بعد مواظب خودتون باشید. Enjoy the butterflies و bye bye.